خب سلام بچه، چطورین؟ خیلی خوش اومدی به ویدیو جدید. بچه یه قولی بهتون داده بودم که براتون ویدیو گیمینگ بذارم در مورد جی تی ای و خب تقریبا 3-4 نفرتون موافقت کردین، کامنت گذاشتین. منم گفتم بعد قولی نکنم پیشتون بذارم و بریم سراغ ویدیو جدید. حمایتتون نره، لایک کامنت سابسکرایبتون نره، دمتون گرم. خیلی خوب دارید حمایت میکنید توی این اوضاعی که یوتیوب داره بازدیده و سابا و اینا رو میپرونه. دمتون گرم، خیلی خوب دارید حمایت میکنید. مرسی، دست بوسه تک تکتونم، دمتون گرم. بریم سراغ ویدیو. اومدم یه بخش جالب از بازی رو بهتون نشون بدم که خیلی خفنه. شاید بعضیاتون بدونید ولی خب گفتم بازم بهتون نشون بدم. آقا بریم سراغ ویدیو. مرسی، دمتون گرم. بریم سراغ ویدیو. خب آقا ما اومدیم این صفحه اصلی بازیه. خب حالا من از این بخش خارج میشم تا بهتون نشون بدم که چجوریه این بخش و خب چه چیز باحالی داره. خیلی خفنه. این الان بخش داستانی بازیه. خب هممون بازی کردیم این بخش داستانیو و میدونیم که از چه قراره. آقا شما اگه این دکمه این صفحه این وسط رو نگه دارید یه چیز براتون باز میشه اون بالا. میری گزینه آخری، گزینه درکتد مود. میری گزینه آخری، گزینه درکتد مود رو میزنید. اوکی رو میزنید، ضبط رو. حالا اگه با پلی استیشنید این آموزش رو ببینید، بهتون پیشنهاد میکنم ببینید. اینجا چیزای مختلفی داره، یعنی کلا شهر خودتون، هر کاری که بخواید میتونید انجام بدید. شهر برای خودتونه. اینجا شخصیت رو انتخاب میکنید، آب و هوا، خیلی چیزای مختلفی داره. من خودم معمولا شخصیت فرانکلین رو انتخاب میکنم چون شخصیت خیلی خفنیه. اینجا خیلی شخصیت ها، همه شخصیت ها چیزای بازی رو داره. فرانکلین، مایکل، ترور، آماندا، فیلم برداره اسمش هم نمیدونم ولی خب کلا برد و بقیه شخصیت بازی، لامار، نمیدونم، همه شخصیت ها رو داره. من خودم فرانکلین رو انتخاب میکنم. حالا فرانکلین جنگش بالاست، به خاطر همین انتخاب کردم. خب الان ما اومدیم توی این بخش بازی. شما دوباره همون گزینه‌ای که روی دسته بهتون نشون دادم و نگه میدارید. همون ستینگ گزینه اولی رو میزنید. من الان میخوام اینجا هوا داره، میگه که چه روزی باشه. من میزنم صبح. آب و هوا رو میزنم طوفانی. اینکه مأمور بیاد دنبالتون یا نه، من میزنم که نیاد دنبالم مأمور. آبر پیاده چه جوری باشه، مثلا مردم تعدادشون کم باشه زیاد، من نمیخوام کلا باشن. کلا ماشین خودرو اینا باشه تو شهر، نه نمیخوام. این گزینه رو آف میکنیم. اینجا مثلا میگه که پرشتون بلند باشه، من گزینه یس رو میزنم و مربع رو که بزنید همه تغییراتتون ذخیره میشه. الان خب من جونم بی نهایته، مثلا یه دونه مولوتوف پرت کنم اینجا، ببین که جونم بی نهایته و هیچ چیزی از جونم کم نشد. خب کلا بخش خیلی خفنیه این بخش از بازی. هوا رو میبینید، خیلی خفنه این بخش از بازی. من خودم موقعی که چون چه انگشت بودشون، مثلا خودم چون بازی رو تموم کردم، کلا چون خیلی بازی رو تموم کردم، یه هممون بارها این بازی جی تی ای رو تموم کردیم. این بخش خیلی به دردتون میخوره. مثلا حوصله‌تون سر میره. توی پایگاه ارتش هم که میرید هیچ کسی هیچ کاری بهتون نداره. خیلی راحت میرید داخل پایگاه ارتش، هیچ کسی
هیچ کاری با شما نداره، خیلی راحت میتونید برید داخل پایگاه ارتش، هر کاری که دلتون میخواد بکنید تو پایگاه ارتش، نگاه کنید. حتی توی برجا هم میتونید برید، توی برجا هم میتونید برید. خیلی خفنه، خیلی خیلی خفنه. خیلی خفنه. چقدر پرشم زیاد شد. چون توی در حالت معمولی میدونم خیلیاتون میدونید این بخش هست، ولی خب گفتم بذارم برای کسایی که نمیدونن. و خب برای چون شما در حالت عادی توی بخش داستانی نمیتونید برید توی پایگاه ارتش، ولی خب اینجا خیلی راحت میتونید برید. اسلحه های مختلف هم داره، اسلحه خیلی مختلفی داره، میبینید خودتون. میبینید که خیلی چیز مختلفی داره. و همین بود، اینم از بخش داستانیمون. خیلی چیز خفن و باحالی بود. حالا خلاصه گفتم بخشم بهتون نشونم، چون قولشو داده بودم بهتون، گفتم که بعد قولی نکنم پیشتون، ویدیو جی تی ای رو بذارم. اگه ویدیو جی تی ای بیشتری هم بخوایم میذارم براتون، توی کامنت ها بگید بهم. اگه ایده ای چیزی دارید بگید بهم تا ویدیوشو بسازم براتون. و مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید، مرسی که وقتی گرانبهاتون رو گذاشتید برای من. و فعلا آقا مرسی، دم تک تکتون گرم، حمایتاتون نره، لایک کامنت سابسکرایبتون نره، دمتون گرم آقا، مرسی. فعلا تا ویدیو بعدی، فعلا.